نماز رضایت پروردگار است. نماز بها و قیمت بهشت است. نمازگزار را عملش قبول می گردد. نماز نور مؤمن است. نماز انسان را از فحش و منکرات دور نگاه می دارد. نماز در مقابل مکر شیطان سپر است. نماز سبب نزول رحمت الهی است. نماز کفارت گناهان گذشته است. نماز بهترین عبادت است. نماز چراغ قبر شخص مؤمن است. نماز سبب زیاد گشتن رزق و روزی مؤمن است. نماز کلید بهشت است. نماز در محشرگاه تاج سر مؤمن است. نماز انسان را از آتش جهنم دور می سازد. نماز ستون دین است. نماز از بهترین عملها در نزد الله تعالی است. نماز سبب اجابت دعا است. نماز سبب نصرت و پیروزی در مقابل دشمنان است. نماز آسان گشتن جوابها بر سوالهای منکر و نکیر است. نماز بهترین عمل بعد از شناخت الله تعالی است. نماز خلاص شدن از مشقت و سختی های روز قیامت است. نماز نور چشم مؤمن است. نماز مناجات با آفریدگار است. نماز پیروی به انبیا علیهم السلام است. نماز نور در روی نمازگزار است. نماز اولین سوال در روز قیامت است. نماز سبب هر نعمت است. نمازگزار محبوب و دوست داشته شده این ملائکه است. نماز برکت در مال و رزق و روزی است. نماز نور و سایه در روز محشرگاه است.